وقتی اولین بار گلستان و بوستان سعدی شیرازی به زبان لاتینی ترجمه شد، یکی از کشیشان مسیحی پس از خواندن آن چنین تصور کرده بود که این کتاب متعلق به یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که اثرش تازه پیدا شده است. گلستان در افغانستان، ایران، هندوستان و هند و اروپا به نشر رسیده است. این اثر از خیلی قدیم در اروپا شناخته شده است و 3 عصر تمام سعدی نویسنده دوست داشته ترین و گلستان نخستین کتاب ادبیات فارسی بود که به زبان فرانسوی ترجمه شد. چنانچه قدیمترین ترجمه آن به زبان فرانسوی از جانب اندره دیوژه سال 1634 گفته می شود که در پاریژ انتشار شده است و پس از 1 سال به زبان آلمانی برگردان فریدریخ آخزنبخ و سال 1651 در امستردام به زبان لاتینی برگردان گیورگی گیونتس به نشر رسید. نسخه گیونتس اساس بسیاری از ترجمه های اثر مذکور به زبان های گوناگون اروپایی از جمله هلندی شد. این ترجمه ها به طور مستقیم در بعضی از نویسندگان اروپایی مثل لوفونتن، گیوته، ولتر و دیگران تأثیر نهاده است. تا امروز گلستان بیش از 250 بار با زبان‌های مختلف عالم برگردان و چاپ شده است. آثار سعدی در غرب در مجموع کتاب‌های مقدس به تب رسیده و پیوسته مورد ستایش و منبع الهام بزرگان اروپایی بوده است. شاید شما نیز راجع به شهرت جهانی اثرهای برجسته شیخ سعدی معلومات جالبی دارید، پس آن را در شرح همین نوار بنویسید و همچنین اگر این نوار به شما پسند آمد خواهش میکنیم برای حمایت از ما در آن لایک گذارید. ادامه میدهیم. گلستان در مکتب و مدرسه های عالم همچون فن با اشتیاق تمام درس داده می شود. ضمناً نخستین شرح گلستان به عربی بوده است. سپس در ترکیه به آن شرح ها نوشتند. متفکر چینی جان خوین در ارزیابی آثار شیخ با تکیه به منبع‌های مربوطه نگاشته است که حدود 700 سال پیش کلام اندیشه های سعدی وارد چین گردیده و از قرن 14 به بعد گلستانش جزء کتاب درسی مسلمانان چین گفته می شود و شاهد این امر ابن بطوطه جهانگرد معروف مراکشی می باشد. ابن بطوطه یادداشت می کند که حدود سالهای 1348 تقریباً بعد از 55 سال وفات شیخ سعدی در چین شاهد مهمان نوازی نهایت صمیمی چینیان بوده است و روز میزبانان او را با قایق سواری دعوت می کنند و آن هنگام ابن بطوطه از یک آوازخوان چینی سرودی را با زبان فارسی شنیده یادداشت می کند که این فرموده ها از شیخ سعدی بوده است. بنجامین فرانکلین را فکر میکنم در روی دنیا نیست نفری که نشناسد. بله، عکس این جناب در روی دلارهای آمریکایی تصویر یافته است. فرانکلین سیاستمدار، فیزیک، یکی از پیشوایان آزادی و استقلال آمریکا در ارزیابی بوستان می‌فرماید که قسمت‌های از این کتاب باید از جمله‌های گمشده تورات باشند. هنری دیوید شاعر و نویسنده بزرگ آمریکایی نیز یکی از ستایشگران سعدی بوده. او را در کنار شکسپیر و دانته و همچنین هومر در شمار شاعران قرار داده است که سخنانشان پیوسته تازه و با تراوت است. چنانچه همگان می‌دانند بیت مشهور شیخ سعدی: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، در آمدگاه سازمان ملل متحد را زینت داده است.
ولتر پیشوای معارف پروری در اروپا تحت تاثیر گلستان سعدی چند اثر از جمله صادق را سال 1748 ایجاد نموده است. موافق معلومات سرچشمه ها نام پوره سعدی مشرف‌الدین ابن مصلح الدین ابن عبدالله می باشد. زادگاهش شهر شیراز است، ولی سال تولدش در مأخذها هر خیل نشان داده شده است. اگر به حساب گیریم که سعدی در بین خلق به عمر درازی معروف است، در صورتی که سال وفات او سنه 1292 است، 108 سال عمر دیدنش روشن می گردد. هرچند که در این بابت فکرهای دیگر نیز وجود دارند. پدر سعدی از آدمان معروف شیراز بوده. از روی بعضی اشارتها در دستگاه حکمرانی آن وقته شیراز سعد ابن زنگی خدمتی را هم در عهده داشته است. وی در سیمای فرزندی خردسالش آثار عقل و ذکاوت را مشاهده می‌کند و به تعلیم و تربیتش به جان می‌کوشد. همینطور مشرف‌الدین خردسال در سایه همت و غمخوری‌های پدر مهربان و مادر مشفق در مکتب می‌خواند و چون همه کودکان از بد و نیک آدم و عالم خبر می‌یابد. ولی این خوشبختی کودکانه او دیر دوام نکرد. صمیم و صدر اجل نهال عمر پدر بزرگوار او را از بیخ و بن برکند. با وجود آن که سعدی در علم فقه و دیگر علم‌های زمانه خود به درجه کمالات حقیقی رسیده بود، ولی او تا آخر عمر خود هیچ کدام از این علم‌ها را اختصاص دائمی قرار نداد. وی بعد ختم مدرسه نظامیه به نیت دیدن عالم و شناختن آدم به بغداد راه سفر را پیش گرفته، مدت‌ها در شهر و مملکت‌های گوناگون سفر کرده است. در این سفرها سعدی آسیای صغیر، حبشه، مصر، شام، فلسطین، عربستان، هندوستان و بیشتر شهرهای ایران را سیاحت نمود. از روی بعضی حکایه‌های گلستان گویا او به ارمنستان، ترکستان شرقی و بعضی از کشورهای اروپایی نیز سفر کرده است. در دوام سفر 40 ساله خود سعدی بارها به دشواری‌های و محرومیت و عذاب و کلفت‌ها گرفتار شده است. اولا او در سفرهایش به دزدان و راهزنان روبرو شده شخصاً کاروان را از آنها نجات می‌دهد. غیر از این او در مدرسه‌ها، مسافرخانه‌ها و قاضیخانه‌های مملکت‌های گوناگون با ملاهای رسمی، فقیهان، روحانیان تنگ نظر، شیخان و درویش تراشان مناظره‌های آشتیناپذیر آراستگاه کار تا به زد و خورد و دست به گریبانی می‌رساند. ولی در این تلاش‌ها تا غالب نآید و رقیبش را تارمار نکند از او دست نمی‌کشید. محاربه تا دم غلبه طلبات اخلاقی و رفتار پسندیده سعدی است. نویسنده در میان سالهای 50 عصر 13 در شهر دمشق منزل گرفت و دیده شنیده هایش را بر رشته نظم کشیده. سال 1257 در این گوشه آرام دنیای آن روزه بزرگترین اثر منظوم خود بستان را به آخر رسانیده آن را به حکیم فارس ابوبکر ابن سعد زنگی و پسر او سعد ابن ابوبکر که بعد 12 روز مرگ پدرش وفات کرد بخشید. سعدی شیرازی سال 1258 در مدت 3 ماه شاه اثر جهان شمولی دیگری خود گلستان را نوشته آن را نیز به ابوبکر ابن سعد زنگی بخشیده است. ولی وقتی که این حاکم به او تکلیف نمود که در صف درباریان وی قرار گیرد، سعدی خواهش او را نپذیرفت. سعدی شیرازی قریب یگانه شاعری است که به تاجیک بودنش مخصوص اشاره کرده است. در یک ترجیع بندش جور ملکداران را به فقیران محکوم کرده به مقایسه ترک جورگر و تاجیک بینوا طالبانه صلح خواسته و به واسطه این گفتار نسبت ملت خود را چنین معلوم نموده است: از بهر خدا که مالکان جور چندین نکند بر ممالیک، شاید که به پادشاه بگویند ترکی تو بریخت خون تاجیک. او بسیار سفر نمود، فقط در پیرانسالی در وطن قرار گرفت. روزگاری فقیرانه می‌گذرانید و هر چیزی از خوراکی باقی داشت به هیزمکشان و بیچارگان میداد. سال 1292 در همان منزل فقیرانه است که در بیرون شهر شیراز واقع بود از عالم درگذشت. با گذشت ایام در بالای قبری و مقبره ساختند و امروز مرقدش برجا بوده و اطراف آن موضع تماشاگاه است. هرچند که از روزگار شیخ سعدی قرنهای زیادی سپری شده باشد هم، ولی آثار ماندگاری او هزار ساله‌های دیگر تربیتگر بشر خواهد بود. باقی خدا نگهبانتان.